سلام خدمت همه دوستان. میخوام این مطلب براتون باز کنم که این همه که میگن حضور آگاهی داشتن یعنی چی، ذهن آگاهی داشتن یعنی چی. ببینید دوستان، تو درون شما 2 واقعیت وجود داره. این یکیشه و اینجا یک در تمام پشت سر این یک فضای بی نهایت وجود داره. اینجوری بی نهایت یعنی از اینجا که شروع میشه بی نهایته، یعنی هر چی بری اونورتر دیگه انتها نداره. این چیه؟ این ذهن شماست. این ذهن در یک سن خاصی در شما تشکیل شده، یعنی وقتی به دنیا میاین این ذهن در شما وجود نداره. شما آگاهی مطلق هستی، شما این فضا هستی. از یه سن خاصی که معمولاً از سن تقریباً 9 سالگی اینا کم کم این ذهن شروع میشه در شما به واسطه اطلاعاتی که در اطرافیان، مدرسه، تلویزیون، والدین، چیزایی که میبینی دونه دونه در ذهن شما اینجا آگاهی اینجا ثبت میشه و شما طبق این داده ها شروع به زندگی میکنین، در حالی که میتونستین از همون اول این نباشه و شما صرفاً این باشی، این فضای آگاهی باشی. یعنی یه مثال میزنم، شما اینجا که آگاهی هستی، این ذهن در شما یک چیز رو دیدی و اسمش رو پرسیدی و به شما گفتن این درخته و شما بعد از این که این رو دیدید و اینجا بهتون گفتن که این درخته، بعد از این هر بار که میبینید این رو دیگه این رو کامل نمیبینید، اون اسمی رو که در ذهنتون حک شده رو میبینید و در ذهنتون میگین درخته. خب حالا به هر جهت به قول رشد بشری این بوده که در این بره از زمان به این مرحله از پیشرفت برسه که این ذهن برداشته بشه و آگاهی برگرده انسان به سمت اون آگاهی ثابت خودش و واقعیت اصل خودش. یعنی قرن حاضر انسان داره به این مرحله میره که دوباره برگرده، یعنی دوباره ریست بشه، دوباره این برداشته بشه و تبدیل به همه انسان ها تبدیل به آگاهی بشن و این موج شروع شده و کم کم داره روز به روز بر تعداد افرادی که دارن به حضور و بیداری و آگاهی میرسن بیشتر میشه. حالا میخوام چجوری میخوای شما اینو برداری؟ چجوری میتونیم این حذف بشه و شما تبدیل به این بشی؟ اینجا براتون توضیح میدم. نگاه کنین، تمرین میکنی شما. اولین تمرینت اینه که شما خودتو عقب میکشی، اینجا وای میستی به عنوان مشاهده‌گر. هر چیزی رو که در اینجا میگذره رو نگاه میکنی. این ذهن هر چی که میگه، این ذهن برای خودش اسم داره، دوست داشتن ها داره، دوست نداشتن ها داره، احساساتی داره، میل هایی داره، هر چیزی که هست در مورد هر چی، باورهایی داره، اعتقاداتی داره. مثلا شما فکر کن یه ذهن میگه من به خدا ایمان دارم، یه ذهن میگه من به خدا ایمان ندارم. خب هیچ کدوم از اینا حقیقت مطلق نیست. شما میتونی هر کدومش باشی. این ذهن میتونه ایمان داشته باشه، میتونه ایمان نداشته باشه، ولی اینجا که اینجاست، اینجا که آگاهی باشه، نیاز به هیچ کدوم از داشتن و نداشتن اینها نداره. یعنی لازم نیست که حتما، یعنی آگاهی خودش کامله، نیازی به باورداری، یعنی خودشه. آگاهی یعنی خودشه، اون چیزه هست. اینجا میگه آگاهی خود اون خدا هست، یعنی اون خود اون چیزی که باید باشه که ذهن بهش اعتقاد داره و خیلی چیزها در این ذهن اتفاق میفته. و اولین قدمی که شما میتونید تبدیل به این بشین اینه که برگردید عقب و مشاهده‌گر این ذهن باشید. این اولین گامه و بسیار ساده است و شما وقتی این تمرین رو شروع میکنین مدام میپرین اینجا، بعد خودتون آگاهانه میکشی عقب، دوباره میپره اینجا، دوباره ذهن قبلی، دوباره میپری اونور، دوباره میپری اینور. این پروسه یکم تو افراد مختلف بستگی به
چیزهای مختلفی که هست که بهتون توضیح میدم که چیه، که خیلی مهمه، که عمده ترینش کالبد درده که مانع خروج شما از پروسه ذهن میشه و شما رو تو اینجا قرار میده، که این بخش بسیار بسیار مهمشه که کالبد درد باید بحث بسیار طولانی هست، باید کامل شناسایی کنید در خودتون این کالبد درد و کالبد درد رو از بین ببرید تا بتونید برای همیشه در این قسمت بمونید و آگاهی خودتون رو به طور کامل دگرگون کنید. و اینجاست که دیگه اتفاقات و مسائلی پیش میان که در این نمی گنجه، یعنی در ذهن تو نمی گنجه. چیزی هست که با اطلاعاتی که این داره نمی گنجه. راههایی وجود دارن که این اصلا بهشون نمیتونه دسترسی پیدا کنه، ولی اینجا هزاران راه و روش و چیزهایی وجود دارن که برای تو اگر برات اتفاق بیفته بهشون میگی معجزه، تو بهشون میگی شگفت زده شدی، چون در مخیلات این ذهن گنجانده نمیشد.